هر بار با دیدن گلچنبر در این گوشه دوشنبه جنتبی به یاد سالهای پیش می رود. او بیش از 30 سال باز در کوچه‌ای به نام کرینمن در پایتخت تاجیکستان راهروی می کرد. از زنی که هر سال این گلها به یادش گذاشته می شوند، جنتبی خاطره های نیک دارد. وقتا ما در اینجا بچم دوار نگیدیم، همی پزید کده می رفتیم، همی زنک بسیار خوبی های نغز میکرد، همی می اومد ما را اینجا می دید رحکیرام میداد و نمی فهمیدیم، همی تمکن می دیدیم که صحبه خیلی زنک نغز بود. بعد یه وقت سال 90 بود که گفتن که زنک دگناه میگتن ایکو زنک پرون بیان. همه ساله در این شب و روز مقامات و نمایندگان سفارت فرانسه در اینجا جمع آمده بر پایه لوحه یادگاری به نام کرینمن، زنی فرانسوی که سالهای ناآرامی در دوشنبه کشته شد، گل میگذارند و او و کارنامه اش را به یاد میآورند. این زنی جوان که خود را به رسانیدن یاری ها به قربانیان جنگ شهروندی مخصوصا زنان و کودکان بخشیده بود، در خاک تاجیکستان که خیلی دوست می داشت پفتید. او جان خود را همراه با هزاران شهروند تاجیکستان در این جنگ خونبار که برای هر خانواده غم و درد به جای گذاشت و تاکنون احساس می شود از دست داد. مرگ فاجعه‌ای کرینمن از همه خاطره دردآورترین است که تاجیکستان و فرانسه همراه پشت سر می‌کنند. او برای همیشه رمز آن ارزش‌های باقی می‌ماند که دو کشور مبارزه قاطع ما علیه تروریسم و اکستریمیسم و خشونت در همه شکل‌های آن از جمله شکل ایدئولوژی و همچنین پایبندی ما به ارزش‌های انسانی میباشد متحد می‌کند. کرینمن نماینده سازمان طبیبان بدون مرز سالهای جنگ شهروندی برای کمک و دستگیری زنان و کودکان یتیم و بی‌پرستار به تاجیکستان آمد. آخر ماه نوامبر سال 1997 از سوی گروه مسلح رضوان صادیروف فرمانده نیروهای مخالف دولت گروگان گرفته شد و به قتل رسید. مرکز بچگانه به نام کرینمن به صدها کودک نیازمند سرپناه داده و یاری کرده است. گرچند که شخصا با اون کس هیچ وقت واقع نخورده بودیم، این شخصیت در ترغیب برنامه‌های گومانیتاری در جمهوری تاجیکستان نقش به نهایت بزرگ دارند. یکی از شاخه‌های این گونه برنامه‌ها خودی برنامه کرینمن کودکان کوچه بود که تا سال 2024 فعال بود. در جامعه تاثیر خود را رسانیده است، چون نوجوانان جوانانی که در این لایحه تعلیم گرفتند آنها توانستند شکل زندگی خود را، طرز زندگی خود را عوض کنند. نوجوانانی بودند که در کوچه‌ها با بیکارگردی مشغول بودند. همین تشکیلات‌های جمعیتی ما آنها را سرجم می‌کردیم، با آنها برنامه در دایره همین برنامه با آنها درس می‌گفتیم و بسیار آنها از روی همان کسب‌هایی که در نزد این برنامه تعلیم گرفتند عین حال کار کرده ایستادند. با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر گرامی داشتی کرینمن در دوشنبه یکی از کوچه‌های پایتخت به نامش گذاشته شده است. در سرشوی این کوچه لوحه با معلومات کوتاه درباره روز مرگ او گذاشتند، جایی که آفتاب زندگی این بانوی فرانسوی غروب کرد.